خیلی جالب بدونید که دلیل انتشار شاربون یا طاعون نشخوار کنندگان در بسیاری از مناطق ما، مناطق تحت حفاظت ما، مثل پارک ملی کلاغ‌غازی، مثل پارک ملی کویر، مثل بسیاری از پارک‌های ملی با ارزش ما و از بین رفتن هزاران رأس، کل و بز و قوچ میش با ارزش این مملکت، همین سگ‌هایی بودن که وارد طبیعت شدن. خیلی خیلی مهمه که مردم بدونن همین سگ‌ها رفتن در طبیعت و خرگوش رو خوردن و طعمه یوز رو خوردن.